السلام علیکم ټول وطن ته سلامونه یې موږ دلته راغلي یو په پروتست لخوا ایران افغانان سره ډیر ظلم کوي موږ افغانان خپل مظلوم خلک یو غریبانان خلک یو موږ یو نه ایران پریدي سوله کې ژوند وکړو نه پاکستان پریدي سوله کې ژوند وکړو او موږ دلته راغلي خپل غږ جکو د خپل افغانانو لپاره چې موږ ته انصاف ورکړي او we are here today with all our Afghan brothers and sisters standing in solidarity against the injustices going on against Afghans. We're here to raise our voices and we need to make sure we get justice at the end of the day. What we want is peaceful and prosperous Afghanistan. That's all we want. آن آخون شدی ای کاش آدم می شدی زین فضولی های تب خیش بیغم می شدی. ای هموطن عزیز، ای ایرانی، خودت میگی که ما سرزمین فرهنگ و کلتور هستم. ما حافظ دارم، ما سعدی دارم. سعدی بر تو امیر گفت که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن چو عضو بدر داورد روزگار دیگر عضوارا نماند قرار تو که از منت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهنگ آدمی و یا در جای حافظ شیرازی حافظ شیرین کلام میفرماید که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بشمارد. برای ما مولانای بلخ میفرماید که زین امرهان احساس تناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست دی شیخ گرد شهر امی گشت با چراغ که از دی و دد ملولم انسانم آرزوست. و در جای رودکی یک ربایی داره که میگه گر بر سر نفس خود امیری مردی با هر کار و کور نکته نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی. ای ایرانی هم زبان، ما با خودت سر کار ندارم، ما با آخوندایی که هموطن مرا در داده، آخوندایی که داد از اسلام میزنه، مثل که در جایی که خیام یک سخن داره میگه که شیخ بزن روسپی گفتا مستی هر لحظه به دام دیگر پا بستی گفتا شیخا ارانچی گویی هستم اما تو ارانچی می نمایی هستی. او آخوند تو چیزی را که تو میگی تو آدم نیستی، تو در ظاهر یک چیز هستی لیکن در پشت پرده تو آخوند نیستی، تو از اسلام هیچ آگاهی نداری. تو باید مثل که بیدل هم یک جای میگه که هر کسی پا کج مینهد خون دل ما میخوریم شیشه ناموس عالم در بغل داریم ما. تو باید داد از سخنان عرفا و اولیای کرام بیاموزی که اونا میگن انسان شوین انسان. تو ایرانی من نمیخوایم که سر تو خدا ایتور یک روزه بیاره. اگه ایتور یک روز آمد اگه تو در وطنم بیاری من تو را سر شانای میشانم، من نان مکت تو جدا میکنم، برای تو میآموزانم که انسان شو، ادب از افغان بیاموز، دلسوزی داشته باش، صله رحم داشته باش، ترحم داشته باش. دیگه من کدام گفتنی دیگه ندارم. خدا کنه که پیام ما برای وطندارایم در داخل و خارج برسه که ما ملت متحد هستیم، ما تاجک، افغان، پشتون، هزاره کل ما برادر هستیم. در روز بعد که بیایه دیگه هیچ کس به دردم نمیخوره. نمی 35 میلیون نفوسم که افغان، تاجک، هزاره کل ما دست به دست هم بتیم تا این ظالما را ما به پنجه اعمالشان برسانیم. بسیار زیاد تشکر از اینکه به ما وقت مهربانی. تشکر. The Iran to stop killing Afghans. We are not a terrorist. We are a peaceful people. We don't want to be killed anymore. We want justice. We come here. We want justice from Iran for Afghan people. We don't want any more to die. We already die much. We already have a problems in our country. We don't want to have any more problems with you people. We want peaceful life for Afghans. We are not a terrorist. We are Afghans, and we are peaceful. Please try to be peaceful with us. Don't let us to be a terrorist. We can be a terrorist. We can do whatever we want to do. All lives matter. Stop killing Afghans, Iran. Thank you very much for saying that. Thank you.